سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استاد آیات 48 سوره نساء رو شرح میدادید. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء و من یشرک بالله فقد افترى اثما عظیما. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. الله عز وجل میفرماد که ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء. ترجمه آیات همین است که ان الله لا یغفر ان یشرک به، اما الله عز وجل نمی بخشد کسی که شریک قرار میدهد به الله عز وجل. ان الله لا یغفر ان یشرک به، من الله عز وجل نمی بخشد اینکه شریک قرار داده بشود به الله عز وجل. و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء، و غیر از شرک را الله عز وجل بخواهد میبخشد. غیر از شرک را الله عز وجل بخواهد میبخشد. چرا؟ به خاطر اینکه شرک از بزرگترین گناهان است، اکبر الکبائر است. شرک اکبر الکبائر است. شرک گناهی است، عملی هست که وقتی که انسان او را مرتکب می شود، یک مسلمان وقتی که او را مرتکب می شود، او را از اسلام خارج می کند. از این خاطر اکبر الکبائر، از همه گناهی خیلی عظیم و بزرگ، گناهی که غضب الله را به وجود می آورد، این شرک است و عمل انسان برباد می دهد. عمل انسان شرک برباد می دهد. و خوب دقت بکنید در اینجا الله عز و جل میفرماید که ان الله لا یغفر ان یشرک به، و این اجماع است که الله شرک را نمی بخشد. این اجماع اهل علم و علما است که الله عز و جل شرک را نمی بخشد. چه شخص او را میدونست و چه نمیدونست فرق نمیکنه. چه او را دانسته انجامش میداد که او را میگن عمدی قصدن که گناهش باز زیادتر است و عذابش با غلیظتر و سختتر است، و چه جاهلانه او را انجام میداد. الله عز و جل شرک نمی بخشد. و غیر از شرک خودش الله عز و جل گفته است. متاسفانه امروز بسیاری از مسلمانان قرآن مورد تلاوت قرار نمیدهند. الله بصراحت میگه، جای دیگر میفرماد که انه من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه. این بود تفسیر امی آیات است. هر کسی که شرک به الله عز و جل میکند فقد حرم الله علیه الجنه، الله عز و جل جنت را برای او حرام کرده است. آیا کسی استطاعت و توانایی و جرأت این را گفته میتواند که نه الله عز و جل جنت را برای مشرک حرام کرده نیست؟ آیا کسی امی جرأت کرده میتواند؟ هیچ کسی از علمای اهل سنت و جماعت این جرأت کرده نمیتواند. لذا الله عز و جل گفت که انه من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه. کسی که شرک به الله عز و جل انجام میدهد الله عز و جل جنت برای او حرام کرده است. از این خاطر گناه خیلی عظیم و بزرگ است، باید از این اجتناب کرده بشود. البته بله، کسی که اگر که شرک انجام داد، توبه کرد در همین دنیا و استغفار کرد و رجوع کرد، الله عز و جل همه گناه را باز میبخشد. چون که در جای دیگر الله میفرماید که قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا. بگو به بندگان من که ای بندگان من، لا تقنطوا من رحمت الله، شما امید نشوید از رحمت الله عز و جل. ان الله یغفر الذنوب جميعا، الله عز و جل امون همگی گناه ها را میبخشد. الله عز و جل همگی گناه ها را میبخشد. این اگر انسان در همین دنیا توبه کرد، رجوع کرد، الله عز و جل او را میبخشد، او را عفو میکند. بله، بارک الله فیک.